یو قصه خلاص دوستان چطور گامفلنگ گذاشتم. امروز اومدی با اوتو کلیکر بریم بدوارز. من الان اوتو کلیکر رو فعال کردم و اینکه آره دیگه F1 رو بزنم فعال میشه و بعد اشتباه گذاشتم. رتمند با چیت در حال ادامه دارم. برو بریم. خدا دوباره این یه پشمم بکشین دیگه، چیکار میکنی؟ چون وایساده اینجا هرچی آیرون و گل و هرچی در میان میخوری یه پشم دوره اینجا نمیکشه. برو پشمک تیوی. دوستان عزیز فوش جدید یافتم و آره پشمک تیوی فوش قدری بسیار قدری است. کسایی که منو میشناسن میدونم من یه چی. وای دوباره نزدیک بود بیفتم سر همون جای قبلی. اشکال نداره. برو بریم چهار تا اینت چنانچه دونیمه رو ما رو یبینم. بنی شدم نوشته بنید، بعد نوشته اکانت شما به دلیل استفاده از کلاینت های غیر مجاز، استفاده از چیت کلاینت و کسب برتری نسبت به سایر پلیرها به مدت مشخص بند شد. اینجا هم تاریخش نوشته. اتمام دارم که از این ویدیو خوشتون اومد. انشالله کامنت کنید. فراموش نشه ویدیو یکم کوتاه شد به اینکه قرار بود چیت بریم و اینکه گفتم سرور متوجه میشه شما چیت نزنید داشتون میزنه. It's game over.